زمانی کسی گفته بود بهتر است به آیندهمان توجه کنیم، چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذرانیم. این جمله برای اکثر مردم ممکن است کلماتی بیش نباشد، چون خودشان را در زمان حال گرفتار کردند. یا احتمالاً درباره آینده رویا پردازی می‌کنند، ولی دست روی دست می‌گذارند. بنابراین رویاهاشان در بهترین شکل مبهم و در بدترین شکل دست نیافتنی خواهد. اما این تصویر درباره آینده اشتباه است. سلام، من جوئل بارکرم. قراره درباره این صحبت کنیم که چرا تجسم مثبت ما از آینده برای ملت‌ها و سازمان‌ها، شرکت‌ها و اجتماعات، پیرها و جوانها و برای تک تک ما که می‌خواهیم در جهان منشأ اثر باشیم، تجسمی بسیار مهم و حتی اساسی است. من کار مطالعه آینده را در سال 1973 موقعی شروع کردم که جنگ ویتنام در حال اتمام بود. اوپک اختیار بحران انرژی را در دست گرفته بود. رسوایی واترگیت داشت به اوج می‌رسید و تورم در سراسر جهان مهار نشدنی به نظر می‌رسید. برای خیلی از آدم‌ها، از رؤسای شرکت‌ها گرفته تا کارمندان جزء، معضلات روزمره آنقدر طاقت فرسا بود که فکر کردن به آینده برایشان بی‌معنی به نظر می‌رسید. اما در بحبوحه آن همه تلاطم و بدبینی، من به آثار 3 محقق برخوردم که نشان می‌دادند داشتن دیدگاهی متضاد، دیدگاهی مثبت، بسیار عاقلانه‌تر است. هر کدام از این متفکران به شیوه خاص خودشان متقاعدم کردند که لازم است به خصوص در دوران‌های بحرانی درباره آینده فکر کنیم، رویا پردازی کنیم و آن را تجسم ببخشیم. در واقع اعتقاد من این است که داشتن بینش مثبت نسبت به آینده شاید نیرومندترین انگیزه تحول من و شما باشد. حالا می‌خوایم سفری را آغاز کنیم تا از نزدیک ببینیم چگونه این اندیشه‌ها با هم سازگارند و چطور می‌توانیم از آنها بهره ببریم تا سازمانمان را، خانواده‌مان را و زندگیمان را پرمحتواتر و ثمربخش‌تر کنیم. سفرمان را از اینجا آغاز می‌کنیم، چون محقق هلندی فرد پولاک کتابش را با نام تصویر آینده اینجا به نگارش درآورد. پولاک به رابطه میان ملت‌ها و تصویر آیندهشان علاقه زیادی داشت. مسئله‌ای که او مطرح کرد شبیه مسئله مرغ و تخم مرغ بود. آیا تصویر مثبت یک ملت از آیندهش پیامد موفقیت آن ملت است یا موفقیت آن ملت پیامد تصویر مثبتی است که از آینده داشته؟ برای یافتن پاسخ، او ادبیات بسیاری از ملت‌ها را مطالعه کرد، خواه باستانی، خواه معاصر، تا دریابد آنها چقدر درباره آیندهشان دید مثبت داشتند و چقدر به آمالشان دست یافتند. یافته او کاملاً اینجا در آتن تجسم یافته، در قصر پارتنون. پارتنون ابتدا تصویر ذهنی معمارانش بود. بعدها یونانیان آینده فرهنگشان را در آن مجسم کردند. این همه چطور اتفاق افتاد؟ یونانیان با رویا آغاز کردند و بعد آن رویاها را به چیزی نیرومندتر بدل کردند. بینش نتیجه رویا و عمل است. آنچه پولاک در تحقیقش یافت این بود که بینش‌های مهم مقدم بر موفقیت‌های مهم هستند. او در نمونه‌های مکرر الگوهای مشابهی یافت. ابتدا رهبران پنداره محکمی از آینده ارائه می‌کردند، بعد جوامع این پنداره را می‌پذیرفتند و از آن حمایت می‌کردند. بعد آنها با همکاری هم آن پنداره را تحقق می‌بخشیدند. 2500 سال پیش اینجا در یونان این الگو تحقق یافت. همین اتفاق در روم هم افتاد و در اسپانیا، در ونیز، انگلیس، فرانسه. نظیر همین الگو در امریکا هم اتفاق افتاد و حتی امروزه نیز قدرت بینش را می‌توانیم در سراسر جهان ببینیم، از اروپای شرقی تا سواحل اقیانوس آرام. چیزی که مخصوصاً در پژوهش پولاک برایم جالب است، این واقعیت است که بسیاری از ملت‌ها وقتی راه صعودشان را به سوی عظمت آغاز می‌کردند، نه منابع مناسبی داشتند و نه جمعیتی قابل قبول، یا حتی برتری استراتژیک هم نداشتند. در حقیقت آنها برخلاف جریان رود حرکت کردند.
آنچه آنها داشتند بینشی عمیق نسبت به آیندهشان بوده و عنصر اصلی موفقیتشان همین بوده. این تنها عنصر نیست، ولی اولین و مهمترین آنهاست. ملت‌های بینشمند تواناترند و ملت‌های فاقد بینش در خطرند. زمانی معلم مدرسه بودم و پس از خواندن کتاب فرد پولاک متوجه شدم که چیزی که او درباره ملت‌ها میگوید درباره کودکان هم کاملا صادق است. کودکانی که عمیقاً تحت تأثیر بینششان نسبت به آینده قرار دارند. تجربه‌ام به من الگویی را نشان داد. بهترین شاگردانم همیشه می‌دانستند هدفشان چیست و می‌خواهند در زندگیشان چه کار کنند. وقتی تحقیقات بنجامین سینگر را به نام تصویر، نقش متمرکز آینده خواندم، دریافتم که مشاهداتم با تحقیقات دیگران کاملاً تقویت شده است. نتیجه پژوهش سینگر این بود که شاگردان ضعیف تقریباً هیچ تصوری از آینده نداشتند. دامنه توجهشان بسیار کم بود و معتقد بودند که آیندهشان را تنها تقدیر است که رقم میزند. آنها به لحاظ شخصی ضعیف بودند. این تحقیق همچنین نشان میداد که دانش آموزان موفق احساس میکردند که کنترل آینده بیشتر در دست خودشان است و به افقهای زمانی 5 تا 10 ساله میاندیشیدند. در این تحقیق به خصوص یک چیز توجه مرا جلب کرد. در تشخیص دانش آموزان موفق، ضریب هوشی و زمینه خانوادگی نشانه‌های کلیدی موفقیت نبودند. برخی از موفق‌ترین دانش آموزان از خانواده‌های مهنت کشیده بودند و اوضاع نابسامان اجتماعی داشتند و در آزمون استاندارد ضریب هوشی نمره خوبی کسب نکرده بودند. برخی از ناموفق‌ترین دانش آموزان ضریب هوشیشان در حد نوابغ بود و از بهترین خانواده‌ها می‌آمدند. پس اصلی ترین عامل تمایز چه بود؟ بینش. و چیزی که همه دانش آموزان موفق در آن مشترک بودند، بینشی ژرف و مثبت نسبت به آینده بود. فکر نمی‌کنم برای احیای مشاهدات سینگر بتوانم مکانی بهتر از اینجا بیابم. مدرسه ابتدایی PS 121 در هارلم واقع در نیویورک. در سال 1981 در اینجا یوجین لنگ در جشن فارغ التحصیلی مدرسه سخنرانی کرد. او در سال 1933 از همین دبستان فارغ التحصیل شده بود و اکنون دیگر آدمی موفق، ثروتمند و خودساخته بود. او بسیار نگران مشکلات و آینده بچه‌ها بود و برای همین قصد داشت به آنها امید ببخشد. اما وقتی روی این سکو نشست و به چهره محصلان کلاس ششم و خانواده‌هایشان و دوستانشان نگاه کرد، متوجه شد که حرف خشک و خالی معنایی ندارد. بنابراین در جا نطقش را تغییر داد و این تغییر زندگی آن کودکان را برای ابد تغییر داد. او نطقش را با ایجاد پیوندی شخصی آغاز کرد و ماجرای حضورش را در واشنگتن دی سی در سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ به نام من رویایی دارم تعریف کرد. بعد به کلاس ششمی ها گفت هر کسی باید رویایی داشته باشد. رویای شما مهم است زیرا آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. او درباره سفر به دوره راهنمایی در دبیرستان و دانشگاه صحبت کرد. اما وقتی کلمه دانشگاه را به زبان آورد، متوجه شد که دانشگاه برای اکثر این کودکان کاملا دست نیافتنی است. برای همین به آنها گفت تصور نکنید نمیتوانید به دانشگاه بروید، برای اینکه میتوانید. و بعد در حضور خانواده و دوستانشان به آن کلاس ششمی ها قول داد به همه کسانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند شخصاً بورس دانشگاهی می‌دهد. آنجا کلاس ششمی هایی جمع شده بودند که امیدی به رفتن دانشگاه نداشتند و یک باره با این وعده روبرو شده بودند. آقای لنگ در میان تشویق حضار سر جایش نشست. ولی او می‌دانست که پول به تنهایی این کارایی را ندارد. او باید مسیری را برای آن وعده فراهم می‌کرد. پس بیدرنگ ساختاری حمایتی را ایجاد کرد تا معلمان و والدین و مؤسسات اجتماعی همکاری کنند تا دانش آموزان مطمئن شوند که این تصور تحقق خواهد یافت.
از سابقه آن مدرسه میشد پیش بینی کرد که از آن جمع کلاس ششمی فقط 25% از دبیرستان فارغ التحصیل شوند و از آن 25% تقریباً هیچ کس وارد دانشگاه نشود. اما به لطف آقای لنگ و زحمات او و اهل محل 48 نفر از آن 52 دانش آموز از دبیرستان فارغ التحصیل شدند و از آن 48 نفر 40 نفر وارد دانشگاه شدند. اینجا در مدرسه ابتدایی PS 121 در قلب هارلم مشاهده می‌کنیم که آنچه بنجامین سینگر نوشته کاملا نمود پیدا کرده. قدرت بینش کودک به یاری اجتماع کمک می‌کند که او بر مشکلات تاریخی و اقتصادی غلبه کند. در او انگیزه ایجاد می‌کند تا به موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای دست یابد. پس وقتی از فرزندانمان میپرسیم میخواهی در آینده چه کار شوی، کمکشان میکنیم که درباره موضوعی بسیار مهم فکر کنند. هرگز جوابهاشان را بی‌ارزش تلقی نکنیم، ولو اینکه هر هفته نظرشان عوض شود. با گوش کردن به فرزندانمان نشان میدهیم که رویاهایشان درباره آینده مهم است و علاقه ما به رویاهای آنها به آنها اعتماد به نفس و توان میبخشد تا بتوانند آیندهشان را شکل دهند. در ملت‌ها و کودکان الگویی مشابه را می‌بینیم، قدرتی مشابه را، قدرت بینش. اینجا آشویتس است. شاید برای صحبت درباره بینش جای عجیبی باشد. در خلال جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر، اکثراً یهودی و نیز لهستانی‌ها، روس‌ها و کولی‌ها در اردوگاه‌های نظیر این به قتل رسیدند. علت آمدن ما به اینجا بررسی اهمیت بینش در بدترین شرایط ممکن است. اینجا بود که سومین محققی که بر من تأثیر گذاشت به یافته‌هایش رسید. نام او ویکتور فرانکل بود. او در وین به کار روانکاوی مشغول بود. کار و زندگیش خوب بود، ولی یهودی بود. با آغاز جنگ جهانی، نازی‌ها او را همراه هزاران نفر دیگر با کامیون‌های باری به این دوزخ زمینی آوردند. وقتی به اینجا رسید، برای خود 3 هدف تعیین کرد. اول، زنده ماندن. دوم، استفاده از مهارت پزشکی برای معالجه افراد. سوم، تلاش برای آموختن. فکرش را بکنید، در بحبوحه آدمسوزی کسی سعی کند بیاموزد. فرانکل به هر 3 هدفش دست یافت و پس از جنگ او به وین بازگشت و کتابش را که اکنون کلاسیک شده با نام انسان در جستجوی معنا نوشت و آموخته‌هایش را شرح داد. فرانکل در کتابش تاکید کرده که اغلب زندانی‌ها را بلافاصله اعدام می‌کردند. ولی توجه او بیشتر به کسانی است که همچون خودش در شرایطی وحشتناک به کار گمارده می‌شدند. میلیون‌ها نفر جان باختند. اما در میان آنها که ماندند، ویکتور فرانکل رشته مشترکی یافت که برای بقایشان ضروری بود. تمام کسانی که زنده ماندند کار مهمی داشتند که در آینده باید انجامش می‌دادند. بگذارید تکرار کنم. تمام کسانی که زنده ماندند کار مهمی داشتند که در آینده باید انجامش می‌دادند. و اینجا دوباره همان الگو را می‌بینیم. قدرت بینش نسبت به آینده برای غلبه بر ناملایماتی که ظاهراً غلبه نیافتنی است. بگذارید این را با شرح یکی از داستان‌های فرانکل روشن کنم. 2 نفر قصد خودکشی داشتند. این در اردوگاه اتفاقی عادی است. دوستشان با یادآوری آیندهشان اصطلاحاً جانشان را نجات داد. آینده برای یکیشان فرزند کوچکش بود که بسیار دوستش می داشت و در کشوری غریب چشم انتظارش بود. برای دیگری آینده یک انسان نبود. او دانشمندی بود که کتاب‌هایی نوشته بود که هنوز ناتمام بود. کار او را کس دیگری نمی توانست تکمیل کند. و وقتی مسئولیتشان را در قبال آینده به یادشان آورد، آن را پذیرفتند و توان ادامه دادن و زنده ماندن را یافتند. این عامل برای فرانکل نیز مؤثر بود. او چنین می‌نویسد:
در واقع در میان اشک‌های ناشی از درد و رنج من مرتباً به مشکلات کوچک زندگی فلاکتبارمان فکر می‌کردم. امشب برای شام چه خواهند داد؟ اگر به عنوان جیره اضافه سوسیسی به من دادند، بهتر نیست آن را با تکه‌ای نان عوض کنم؟ بهتر نیست آخرین نخ سیگارم را که از 2 هفته پیش پاداش گرفتم با کاسه‌ای سوپ عوض کنم؟ چطور می‌توانم به جای نخی که یکی از بند کفش‌هایم بود قطع سیمی بیابم؟ چه کسی می‌تواند کمک کند تا به جای این پیاده‌روی‌های طولانی روزانه در اردوگاه کاری دست و پا کنم؟ از اینکه هر روز و هر ساعت به چنین مسائل بی‌ارزشی فکر می‌کردم متنفر بودم. افکارم را به زور به سمت دیگری سوق می‌دادم. یک باره خودم را در جایگاه پرنور و گرم و مسرت بخش سالن سخنرانی یافتم. مقابلم حضار روی صندلی‌های راحت چرمی به دقت به حرف‌هایم گوش می‌کردند. داشتم درباره روانشناسی اردوگاه‌های کار اجباری سخنرانی می‌کردم. با این شیوه توانستم تا حدودی افکارم را از آن وضعیت و مهنت آن لحظات جدا کنم. و حالا او آنها را پاره‌ای از گذشته می‌پنداشت. پیام فرانکل روشن است. برای من و برای شما ضروری است که کاری برای انجام دادن در آینده داشته باشیم. بینشی مثبت نسبت به آینده داشته باشیم، چون همین است که به زندگیمان معنا می‌بخشد. فرانکل نوشت: این خصیصه انسان است که فقط با نگریستن به آینده می‌تواند زنده بماند. و این تنها راه نجات اوست در دشوارترین لحظات حیات. به اینجا آمدیم تا استعاره ای را بیان کنیم. همه ما در زندگیمان از رودهای عبور می‌کنیم. آن سوی رود آینده امان قرار دارد. گاهی جریان رود آرام و عبور آسان است. در مواقعی نیز رود متلاطم است و عبور غیر قابل پیش بینی. اغلب اوقات در طی این لحظات پرتلاطم ما سعی می‌کنیم با پریدن در آب و شنا کردن از رود گذر کنیم، ولی می‌بینیم که با جریان آب به پایین رودخانه برده می‌شویم. امیدواریم وقتی که به کرانه دیگر می‌رسیم آنجا مساعد باشد. اما راه بهتری برای گذر از رود نیز هست، اینکه نسبت به آیندهمان بینش داشته باشیم. آن وقت می‌بینیم بینشمان با قدرتش از ما پشتیبانی می‌کند. بینش مثل یک طناب به آن سوی رود می‌رسد تا وقتی که وارد آب می‌شویم دستاویزی داشته باشیم. رود می‌کوشد تا ما را ببلعد، کنترلمان را به دست گیرد و ما را از مقصدمان دور کند. باید با عضلاتمان آن را بکشیم، با مغزمان فکر کنیم و قلباً راسخ بمانیم. هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار را برایمان انجام دهد. و در حالی که هیچ تضمینی نیست که به اهدافمان برسیم، این طناب که از قدرت بینشمان امتداد می‌یابد بهترین پیوند ما با آینده است. و اگر آن را محکم در دستانمان نگاه داریم، آنگاه آماده رویارویی با مخاطرات و حوادث فردا خواهیم بود. کشورهایی را بررسی کردیم که از هیچ به فرمانروایان جهان ارتقا پیدا کردند. ما تحقیقات مربوط به عناصر اصلی موفقیت کودکان را بررسی کردیم. از مکانی بازدید کردیم که در آن مردم در دشوارترین شرایط ممکن برای انسان زنده ماندند. و همه اینها رشته مشترکی دارند: قدرت بینش مثبت نسبت به آینده. حالا مطمئنم که همه شما فکر می‌کنید بحث مربوط به شرکت چه شد؟ اگر این بحث برای کشورها، برای کودکان و بزرگسالان مؤثر باشد، آیا برای سازمانها هم مؤثر است؟ مسلماً. در حقیقت این بحث در هر مقیاسی برای انسان بنیادین است. سازمانها یکی از بهترین مکانها برای مشاهده این تأثیر هستند، زیرا آنها اندازه و پیچیدگی لازم را برای استفاده حقیقی از قدرت بینش دارند. به سازمان‌هایی فکر کنید که با بی‌تجربگی شروع کردند و حالا انتفاعی یا غیر انتفاعی موفقیت شگفت‌انگیزی دارند و من مطمئنم که آنها با یک بینش به پیش می‌روند.
اجازه دهید چند مثال بزنم. مثلا شرکت بوئینگ با بینش ساخت هواپیمای بزرگ جهانی که همان 747 شد، یا سونی با بینش فراهم کردن تفریح برای همه مثل واکمن. شرکت مخابرات فرانسه که تصمیم گرفت بهترین شرکت مخابرات اروپا شود و شاید بدترین بود. IBM که سازمانش را بر سر پنداره ساخت سری 360 مین فریم کامپیوترها به مخاطره انداخت. شرکت ملیکان با طلب همیشگی مرغوبیت. سپاه رستگاری، گروهی غیرانتفاعی با بینش 100 ساله برای کمک به تهیدستان و مستمندان. و تویوتا که بینشش این است که نه تنها بهترین کارخانه اتومبیل سازی دنیا باشد، بلکه بزرگترین هم باشد. پس سوال، چه چیزی بینش‌های بزرگ را تشکیل می‌دهد؟ اول اجازه دهید که نکته‌ای را بگویم که جزئی از بینش نیست و دانستن آن به عنوان بخشی از بینش خطاست. بینش صرفاً بر اساس ارقام مالی بیان نمی‌شود. آن ارقام همیشه نتیجه بینشی تحقق یافته هستند. پس اجزای اصلی بینش چیست؟ خب، اول بینش را رهبران باید گسترش دهند. توده ها بینش را به وجود نمی آورند. رهبران خبره با مردمشان صحبت می کنند و به حرفشان گوش می کنند و در ضمن از اخبار دنیا آگاه می شوند و آن را می کاوند. اما این نقش رهبر است و نه پیروان که این اطلاعات را بگیرند و آن را به بینشی قدرتمند و منسجم مبدل کنند. دوم، گروه باید از بینش رهبر آگاه شود و بر سر حمایت از آن توافق کند. اگر آن آگاهی و حمایت را داشته باشید، آنگاه اجتماعی بینشمند دارید. در ضمن برای سازمان‌ها این آگاهی موجب توافق بر سر مسیر حرکت می شود. و هنگامی که توافق بر سر مسیر حاصل شود، تصمیم گیری به اندازه قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد، چون می‌توان هر تصمیمی را با مسیر بینش سنجید. افراد اجتماعی بینشمند باید برای به تحقق رساندن بینش با یکدیگر کار کنند. سوم، یک بینش برای آنکه موفق شود باید جامع و پرجزئیات باشد. کلیات هیچگاه به تنهایی مفید نیست. می‌خواهیم در بازار اول باشیم. می‌خواهیم بهترین شرکت دنیا باشیم. می‌خواهیم مبتکرترین صنعت دنیا را داشته باشیم. اینها کلمات قشنگی هستند ولی بینش را تشکیل نمی‌دهند. برای داشتن بینش ما باید چگونگی، زمان، علت و ماهیت قضیه را با دقت کافی بدانیم تا هر کسی در اجتماع بینشمند بتواند مکان مهم خود را در آن بینش بیابد. هر کس باید بداند که چگونه کمک کند و چطور مشارکت کند. چهارم، بینش باید مثبت و انگیزه بخش باشد. یک بینش باید مقصد داشته باشد و همه را به بالندگی اساسی برانگیزد تا بتوانیم مهارت‌هایمان را فراتر از حوزه کاراییشان سوق دهیم. یک بینش باید ارزش تلاش و کوشش را داشته باشد. هنگامی که بینشتان را به وجود می آورید، بهتر است بر سر بینش بسیار بزرگ مرتکب خطا شوید تا بینشی نه چندان بزرگ. جون، به نظرم اون چی که راجع به بینش گفتی خوب بود، اما صحبتی از ارزش‌ها به میون نیاوردی. در واقع این سوال خوبی است. یک بار فردی به من گفت که در دوران‌های پرتلاطم مثل همانی که در آن زندگی می‌کنیم، تنها چیزی که شما را پیش می‌برد ارزش‌هایتان است. من گفتم راه دیگری برای فکر کردن به آن نیز هست. ارزش‌ها معیاری هستند که شما با آنها درستی مسیرتان را می‌سنجید.
بدون ارزش‌ها شاید بینشی را پدید آورید که غیر اخلاقی است. ارزش‌ها شما را از ارتکاب چنان خطایی مسئول نگه می‌دارند، اما ارزش‌ها با اینکه برای بینش بسیار ضروری هستند، نمی‌توانند مسیر را به شما نشان دهند. تنها بینش می‌تواند این کار را انجام دهد. تنها نقش بینش است که سرنوشتمان را رقم می‌زند. رهبری با بینش، تشریک آگاهی و حمایت، بینش جامع و پرجزئیات، بینش مثبت و انگیزه بخش. هنگامی که همه اینها را جمع می‌کنید، صاحب اجتماعی بینشمند می‌شوید. و هنگامی که صاحب اجتماعی بینشمند می‌شوید، آنگاه شما قدرتمند خواهید بود. دوست دارم ماجرایی برایتان تعریف کنم. این ماجرا از نوشته‌های لورن آیزلی الهام گرفته. آیزلی فرد بی‌نظیری بود، زیرا به بهترین شکل دو فرهنگ را در هم آمیخت. او دانشمند و شاعر بود و از آن دو دیدگاه به زیبایی درباره دنیای ما و نقش ما در آن مطلب می‌نوشت. روزگاری مرد فرزانه‌ای بود، تقریبا مثل خود آیزلی، که برای نوشتن مطالبش به لب اقیانوس می‌رفت. او عادت داشت که قبل از شروع کارش در ساحل قدم بزند. یک روز که در ساحل راه می‌رفت، هنگامی که به پایین ساحل نگاه کرد، کسی را دید که حرکاتش شبیه رقص بود. او از اینکه فردی در آن موقع برقصد لبخندی زد. بنابراین تندتر حرکت کرد تا به او برسد. وقتی که نزدیکتر شد، دید که او مردی جوان است و آن جوان نمی‌رقصد، اما در عوض خم می‌شود روی ساحل و چیزی برمی‌دارد. و خیلی آرام آن را به اقیانوس پرتاب می‌کند. هنگامی که مرد فرزانه به او نزدیک شد، صدایش کرد: صبح بخیر، چه کار می‌کنید؟ مرد جوان درنگ کرد، به بالا نگریست و جواب داد: ستاره دریایی به اقیانوس می‌اندازم. فکر می‌کنم اجازه دارم که بپرسم چرا ستاره‌های دریایی را به اقیانوس می‌اندازید؟ خورشید بالا آمده و مد فرو می‌رود و اگر آنها را به اقیانوس نیندازم خواهند مرد. اما جوان، مگر نمی‌دانی که ساحل کیلومترها امتداد یافته و در کنارش میلیون‌ها ستاره دریایی هست؟ ممکن نیست که بتوانی تأثیری بگذاری. مرد جوان مؤدبانه گوش کرد، خم شد، ستاره دریایی دیگری برداشت و آن را در پشت امواج شکننده به اقیانوس انداخت. برای آن یکی که مؤثر بود. پاسخش آن مرد را متعجب کرد. او آشفته شده بود و نمیدانست چطور جواب دهد. بنابراین در عوض به کلبه‌اش بازگشت تا نوشته‌هایش را از سر گیرد. در تمام روز وقتی می‌نوشت تصویر آن مرد در ذهنش بود. سعی کرد اعتنایی نکند، ولی آن تصویر پابرجا ماند. دست آخر در اواخر بعد از ظهر متوجه شد که او به عنوان دانشمند و به عنوان شاعر به ماهیت اساسی عمل مرد جوان پی نبرده بود، زیرا دریافت که مرد جوان با آن کارش تصمیم گرفته بود که تنها نظاره‌گر گذر زندگی در دنیا نباشد، بلکه تصمیم گرفته بود در جهان عامل و فاعل و منشأ اثر باشد. از خودش خجالت کشید. آن شب آشفته حال به رخت خواب رفت. صبح از خواب بیدار شد و می‌دانست باید کاری کند. بنابراین بلند شد، لباسش را پوشید، به ساحل رفت و مرد جوان را یافت و همراه او روز را به انداختن ستاره دریایی به داخل اقیانوس سپری کرد. عمل آن مرد جوان نمایانگر چیزی با اهمیت برای تک تک ماست. ما همگی توانایی اثرگذاری را داریم و اگر بتوانیم مانند آن مرد جوان به آن موهبت واقف شویم، با قدرت بینشمان صاحب نیروی شکل بخشی به آینده امان می‌شویم. و این چالشی برای من و برای شماست.
هر کدام از ما باید ستاره دریاییمان را بیابیم. و اگر ستاره‌هایمان را خوب و خردمندانه پرتاب کنیم، تردیدی ندارم که قرن 21 جای بسیار خوبی خواهد بود. به خاطر بسپارید بینش بی عمل صرفاً یک رویاست. عمل بی بینش صرفاً وقت گذرانی است. بینش به همراه عمل است که میتواند دنیا را دگرگون کند.